تا آخر ما نگهش دارم، ولی بریم ببینیم چه شکلی میشه دیگه. ما بفهم. وسایل لازم برای داشتن یک کرل خیلی خفن، مخصوصا این ناز من که عاشقشم. بیام ببینیم چی میشه. خب ببین، من موهامو با دستگاه شکلم اینجوری درست میکنم. و موهای من کراتینه ولی خیلی بانمک میشه. حالا آرش کنم بازش میکنم. ببین چه نور خوبه امروز. خب ببین، من اومدم با دستگاه شکلم موهامو فر کردم. بعد یه دونه اسپری مو دارم من، کرمی طوره، یه حالت اینجوری. بعد میام اینو کامل رو موهام میکشم. این هم اون وز مو رو میگیره، همین که در واقع یه حالت فیکس میده به موها. بعد ببین موی من کلن خیلی پیچیده است. موهای من فره. من از 97 تا حالا سالی 3-4 دفعه کراتین میکنم، حالا به دلایل مختلف. بعد شما فکر کنم این موی به اون صافی رو من تونستم با دستگاه شکلم اینجوری استایلش کنم. خیلی به نظرم خوشگله. حالا امروز وقت داشتم، قشنگترم شد. ولی میتونم حالا جلوهاشو بیشترم ویوی کنم، ولی چون مثلا میخوام رو سرم کنم و دوباره دارم ولاگو بگیرم، گفتم چه یکم تو ماچه. ولی ببین چقدر بانمه که این شکل. حالا پشتش زیاد دستم نرسه، جلوهاش بشه اینجوری. خیلی بانمک شد. ببین قد 2 سال نه، ولی واقعا از صبح که بیدار شدم تولید محتوا کردم واسه یوتیوب، پیج شخصیم و لاوین. و اصلا عجیب ترین بود. بعضی وقتا دیدی استوری نشه ولی شد. خیلی هم بانمک شد. من میرم. بای. خب سلام. ببین ما رفتیم گالری استاد علی اکبر صادقی، افتتاحیه‌اش بود. خیلی قشنگه نقاشیاش. حالا من یه بار دیگه هم رفته بودم نمایشگاهشون توی گالری ایران شهر. حالا میذارم اطلاعاتشو توی ولاگ. و خیلی 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 کیوت بود دیگه. رفتیم خرید، یه سری چیزای بانمک خریدم که حالا بعداً توی آنباکسینگ نشون میدم. این چند وقت خیلی 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 خرید کردم و این خیلی بده. بعد یه سری چیزا هم مامانم بهم میگه بخر، خیلی خفن، مثلا این پیرنه. و دیگه مامان دیگه گوش میده حرفش، ولی خب خیلی کیوت بود. خلاصه که من تلاش میکنم که هفته یک بار با وجود سختی کار لاوین و همه چی بیام اینجا ولاگ بذارم، حتی کوتاه. و لطفاً
شما هم حمایت کنین. و اینم از موهام. من به خاطر اینکه تحت درمان موهام یعنی مزوینو میکنم نمیتونم بهش تافت و اینو بزنم، ولی خیلی خوشگله. خلاصه که متشکرم که ولاگامو میبینین. سعی میکنم که خیلی سری خوشگل بذارم، ولی تا همین حدم بدونین که خیلی تلاش میکنم، یعنی خیلی از تایم کاری میزنم که بتونم حالا انجام بدم، ولی سعی میکنم پنجشنبه جمعه بیشتر انجام بدم. ماچ زیاد بهتون. ولاگ بعدی میبینمتون. Yes. یم 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 یم. غذای تو مثل یکی بود که اومد با هم بازی کرد صبح واسه یمی.